أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني. قصه نو توحید را بر شما به نام میگیرم. اولین توحید توحید ربوبیت است، دومین توحید توحید الوهیت است و سومین توحید توحید اسما و صفات رب العالمین می باشد. اولین توحید توحید ربوبیت به چی معنا میته و چی معنا داره؟ توحید ربوبیت به این معنا است که صاحب، مالک و صاحب تمام موجودات که ما در چشم میبینیم و هر چیزی که ما حس میکنیم و به چشم میبینیم، ربش کیست؟ ربش فقط الله جل جلاله است و خداوند جل جلاله او را آفریده. این را به نام توحید ربوبیت می نامند. و دومین توحید توحید الوهیت است. توحید الوهیت به چی معناست؟ توحید الوهیت به این معناست که صدقه، نظر، دعا، نماز و هر کار نیک و هر عمل نیک خاص به خاطر خداوند جل جلاله و قدرت او باشه، به خاطر ریا نباشه. وقت نماز میخوانیم، وقت صدقه میدیم، وقتی که ما یک عمل نیک انجام میدیم، یک فرایض انجام میدیم، یک سنت های رسول الله مبارک انجام میدیم، ده او باید از خاص به خاطر الله جل جلاله باشه. اگر به خاطر ریا باشه، صدقه بدیم به خاطر مردم باشه که مردم ما را مدح کنه، پس این عمل دستیلا شرک اصغر می باشه و او عمل نزد خداوند جایگاهی نداره و انسان به گناه مبتلا میشه. و سومین توحید توحید اسما و صفات رب العالمین می باشه که این توحید عبارت از ایمان آوردن به نامها و صفتهای خداوند که در قرآن کریم و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان آمده است که این توحید را به نام توحید اسما و صفات می نامند که آدم باید است هر مسلمان ایمان داشته باشه هر صفتی که در قرآن کریم آمده، هر صفتی که خاص برای الله جل جلاله و قدرت او است ایمان داشته باشه. الله رزاق است، الله غفور است، الله رحیم است. این کلمات و این صفتها در قرآن کریم آمده است و هر مسلمان و هر مؤمن واقعی باید از ایمان داشته باشد که در اصطلاح باید از این عمل را خوب و پسندیده بداند. پس دوستان و بیننده های گرامی، بخش توحید برای شما مختصرا به تعریف گرفتم که توحید خیلی رول مهم اساسی را در اسلام داره که اگر توحید نباشه در هر عمل و عمل منسوخ است و عمل نزد رب العالمین جایگاهی نداره. از این خاطر شما توحید را در قلب‌هایتان و در هر عباداتتان در هر رفتارتان باید از جایگزین بکنید. امیدوار هستم که مفید واقع شده باشد. انشاءالله الرحمن منتظر ویدیوی آینده ما باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.